مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دلت. السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده ها و تماشابینان عزیزی ما. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک برای تبریک کردن به خانواده علی شیرکه آمدیم که امروز جشن زادروزی نگار آقیتی شده ایستاده است. از نام فرزندان، از نام نگین بانو، سند جان، نیلوفر، از نام کلیم پاشا، آزاده بانو تبریک میگویم. لحظه های خرسندی رو همراه شما عزیزان با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم پدران خوش و تبار. همه شما را به امروز جشن زادروزی نگار آقیتی خوش آمدید میگوییم. برای ما لازم هستند علی شیرکه همراهی نگار آقیتی. اگر قرصک زنیم پیش ما میبیایم. مرحبا علی شیرکه نگار آقیتی شما را از ما تکلیف میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. پدر شکل استه نگار آقیتی زادروز مبارک. روزی تولد را، مولود خجسته را، امروز سالگرد عمر را مبارکباد میگوییم. علی شیرکه، ولی چشم شما به 15 ساله می 16 ساله می نگار آقیتی. 18. بکنه تو. بگذار علامخیل 18 سالش نگرده. ماشینچی مشهور گذری ما. گنگملای خاکسار همین محله ما. زادروزتان مبارک باشد. امروز شما را از نام علی شیرکه، از نام فرزندان، از نام نگین بانو، از نام دادرم سند جان، از نام نیلوفر بانو، از نام کلیم پاشا، آزاده خانم شما تبریک میگوییم. ما افتخار میکنیم از بودن چنین پدر مادران ما. چون گفتم ما با مهنت حلال کلام کردن، ما خواندن، صاحب علم کردن، صاحب بخت کردن، بودگاشان با شکر. ما مایدگیان خوردیان با یک از همه خاطره های بهترین که داوای رساندن. چون گفتم بل یکان چیز ما آرزو کنیم اگر پگش ملکه داده جانم بی جانم برای ما مهیا میکردن. ما دوست میداریم صحت سلامت باشن، افتخار ما هستن، تا هستی حیات میخواهیم همیشه در سر ما سایبان باشن. خدا کند که نگار آقیتی سال آینده از مسافرت برگشتن به خاندانتان با یک دو نبیره شیرین باز مهمانی بیاید و همراهی علی شیرکه باز یک تای کنید و گوهر بندان های کلان کنید. امروز از نام سند جان میگویم مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدایی در زمینی من. ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نآید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. فدای قدم های شما گردن، همیشه صحت سلامت باشه. در مسافرت میگردد، خدا در پناهش نگه دارد.
در سر فرزندان همراهی علیشیر اکرم دم پیری و دولت پیری را دیده در این کاشانه زیبا حج آشی‌ها کنید و ما آماده شما تبریک کنیم با تشویش‌های شیرین نبیره‌ها بند شده گشتن نصیب کند. روزی خرسندی مبارک باشد. امروز برای شما چقدر سخن‌ها گویم کم است. زاد و روزتان مبارک. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خندت بینم شود صد در تسکینم برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. امروز جشن 18 سالگی مبارک باشد و البته امروز شخصا از نام علیشیر اکرم همین دستگلی زیباست. البته مهمانان قرصک زنند خود علیشیر اکرم تقدیم میکنند. علیشیر اکرم مرحبا تقدیم میکنیم مبارک باشد. این دستگلی نوبتی از نام سنجان از نام نگینا و نیلوفر از نام آزاده بانو مرحبا مبارک باشد. و البته دلتی نیت کردیم زیارت کعبة الله نصیب کنند و همان کتاب قیمت بهاترین برای شمایان مبارک باشد. می‌خواستیم برای کارت بریدن کارت‌ها را تیار کنند تا آن دم از فرزندان نیلوفر تبریک میگویند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. امروز مادر جان عزیزم زادروز دارم. از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام و تبریک و شادباش می‌نمایم. بگذار همیشه در سر ما صحت و سلامت باشید، سربلند باشید. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادر هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. آنجلایتی مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز. از این فرصت پرقیمت استفاده برده که دمولا را با این روزی زادروزشان تبریک نموده و شمایان اول صحت و سلامتی عمر دراز آرزومندم. همیشه صحت سلامت باشید. رحمت تشکر. علیشیر اکرم هم تبریک میکنم. خب همیشه صحت سلامت باشه. مانند امروز با این عائله خوشبخت شما هیچ وقت چشم نرسد. فقط تشویش باشد، تشویش شیرین نبیره ها. زادروز کنم چلگریزان کنم گفته با تشویش های شیرین همیشه بند باشید و ما باشد شیرین را نزدیکتر می‌بیاریم. مرحمت زادروز مبارک باشد. مبارک باشد. یک جای کرده میگیریم شیرینی را میبریم. مرحمت هم بابا سرانجام دست دراز کن. هنه فرزندان یک جای مبارک باشد. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, на того календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. بار دیگر زادروز مبارک باشد. اکنون همه را برعکس تکلیف کنیم. بگذار خاندانتان
علیشیر بابا شوید و انمی خاندان پر از نبیره شود. پالوان فرزندان دخترکانی ماشینچی دویزنده ها تولد شوانا فقط با روزهای خرسندیشان را تبریک گوییم. مرحمت سرودهای شوق و رقصی برای شما مهمانان خوش آمدند. یک جای می رقصیم. مرحمت.
شب و بیا پسوی
کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست شده دو دفترم از شب تو را میخوندم تو من دادا بگفته که بها میمونم جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من بله بله رحمت پیش از رسم گیری شرکم اعتماس کردن که در اینجا شبنمایتی رو به صحنه تکلیف میکنیم و نیلوفر بانو یونس هم ایستاده باز یک شعر زیبا رو با افتخار مادر میخونه از این طرف. السلام علیکم. مرحبا. السلام علیکم اهل خویشاوندان، خوش آمدید. در این روزه نشستی ما امروز زادروزی ینگمنام الهو 100 ساله شوند، خوشبختی های بیکنار را بینند، کنارشان پر از نبیره و ابیره ها باشد، دولتی پیری را بینند، همه وقت صحت و سربلند باشند، با همراهی تا هم خوشپیری بیدرد و بیغم شود. آن خیلی خوشبختی های بیکنار به ما هم نصیب کند. مادر این فرشته نجات بخشنده هست که یک کودک را به بزرگیت می رساند. و مادران به حساب تشکر می گوییم، سری تعظیم می کنیم. 100 جان دل فدای یک مدعای مادر، فتح و گشایش آرد دستی دعای مادر، بشنید گر صدای دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. گر شعرکی سرودم از بود و از نبودم، در تینتم سرشته سوز و نوای مادر. خورشید صفت بسا جهانگیر شوید، 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. رحمت سلامت باشم. ولی شرکت ما یالا شما استودنت در رسم میگیریم. مرحبا. در جای نوبت رو به رسم گیری میدهیم. مرحبا. یک عزیزان، امروز ما نگارایتی را در روز زادروزشان تبریک کردیم از نام فرزندان. همراه شما با هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شاهنامه سلامت باشید.